اگه کسی نمیتونه عمل کنه و حال نداره شاید بهتر گوش نده. یعبدون به معنای اخص، یعنی همون نماز خوندن، قرآن خوندن، مناجات خوندن، اینها مراده. بله من میرم سر کار، اینم عبادت، نه این مراد نیست. در ماه شعبان اینا مراد نیست. ببینید دستورات ماه شعبان چیه؟ چند هزار رکعت، چند صد بار استغفار، این همه دعاها، اینا همش عبادت به معنای اخص دیگه. ببینید کسانی که میگن من وقت ندارم، من مشغول هستم، فقط به این روایت توجه کنند و عمل کنند. اگه کسی نمیتونه عمل کنه و حال نداره شاید بهتر گوش نده، چون خطرناکه. خدا متعال میفرماید به ناس ابن آدم، انسانها، تفرغ لعبادتی، خودت رو فارغ کن برای عبادت. میدونم که دنیا تو رو جذب میکنه، شما با زحمت خودت رو فارغ کن برای عبادت. اگر این کارو بکنی املأ قلبک غنا، احساس بی‌نیازی میکنی، قلبت پر از بی‌نیازی میشه. مثلا میبینی خیلی از چیزایی که میخواستید برید دنبالش اصلا نیازی نیست. بله خوبه ولی با خدا بودن خیلی بهتره. ولا اکلک الی طلبک، دیگه تو رو تنها نمیذارم در این نیازهای دنیوی که تو به اونها نیاز داری برای زنده بودن بدنت. تو رو رها نمیکنم خودت برو دنبالش، نه. 1 ساعت کار کنی 10 ساعت نتیجه میگیری وقتی برکت من پشت تو باشه. و علی ان اسد فاقتک، به گردن من خدا هست که نیازهای تو رو پر کنم، کاملا بی نیازت کنم. و املأ قلبک خوفا منی، دل تو پر از ترس از من میشه. بالاترین وجودی در این عالم که از همه راحت‌تر ترس ازش و از همه راحت‌تر رفتار و ارتباط با او گرفتن کیه؟ خدا متعاله. خدا متعال رحیم، سریع الرضاست، همیشه در دسترس هست. فقط با من کار داری اون وقت. خدا متعال ارحم الراحمین، بهترین کسیه که آدم میتونه باش سر و کار داشته باشه. و الا تفرغ، اگر نکنی، یعنی من وقت ندارم، کار دارم، 2 رکعت نماز نافله نمیتونم، باید تون باید برم الان دنیا رو فتح کنم مثلا. فوقش اینه دیگه، همون کسی که دنیا رو فتح کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر عبادت میکرد. اگر این کارو نکنی املأ قلبک شغلا بالدنیا، قلبت پر از مشغولیت به دنیا میشه. باید خونه رو درست کنم، باید خرید کنم، باید کار کنم، باید پزشک، نامه، ما اصلا تموم نمیشه. خودت اصلا برای خودت کار درست میکنی، بهونه اونو باید سفارش بدم، اونو باید تمیز کنم، هی مشغولی. انشالله به کارهای حسن اون تازه عذابش کمتره. ثم لا اسد فاقتک، دیگه نیازهای تو رو پر نمیکنم. گفتی من عبادت نمیکنم، من کار دارم، خیلی خوب، برو. و اکلک الی طلبک، تو رو تنها میذارم. 1 ساعت کار میکنی شاید 1 ساعت نتیجه به دست بگیری، دیگه 10 ساعت و 20 ساعت برکت نخواهد داشت. دیگه فلان کار میخواستم انجام بدم، دیدم حل شد، من داشتم نماز میخوندم، طرف من زنگ زده بود، میگن بذار قرآنم رو تموم کنم بعد بهش زنگ میزنم. قرآن تو خوندی، زنگ زدی، بله علی کاری داشتم، حل شد، من میخواستم ببینم، راحت حل میشه. خدا این همه برکت میده، میبینید ان شاء الله. به هر حال عبادت مثل داغ کردن اون چاقو هستش که قراره این چوب رو مثلا ببره.